امیدوارم حالتون خوب باشه. هستیم با پروژه اوبول که قراره نودش رو ران کنیم. یه سری کویزا داشتن که ما تو چنل هم گذاشتیم، بعد اون کویزا رو جواب میدادید، حداقل باید 80% رو درست جواب میدادید. تو مرحله که سابمیت میکردین کویزا رو بهتون میگفت رنکتون، حالا اون نمرتون چنده. خب ما واسه نودش من نمیتونم طی یک ویدیو، چون من دارم تیمی اینو رام میکنم، نمیتونم طی یک ویدیو کامل اینو بهتون بگم، چون تو یک سری مراحلش باید همه با هم آنلاین باشن. البته لیدرم میتونه این کار انجام بده، ولی خب من به صورت متنی کاملا اینو براتون مشخص کردم. جاهایی که ویدیو لازمم هست ویدیو تهیه کردم و لینکشو میذارم تو همین مقاله‌ای که دارم واسش مینویسم. اول اینکه شما میتونید اینم انفرادی ران کنین، ولی من نظرم همون 4 نفره ران کنید. حالا اگه نمیتونیدم انفرادی میتونید ران کنین، ولی یه سری مراحلی که حالا من تشکیل گروه میدم و شما نباید اینا رو برید. خب ببینید اینجا تعداد نفرات رو گفته که میتونید 4 نفره، 5 نفره، 6 تا 10 نفر میتونید ران کنید، زیر 4 نفر نه. بعد که رام میکنید یه گواهی بهتون میده که ولیدیتورتون فعال باشه، یعنی 3 نفر از اون 4 نفر باید فعال باشن، 4 نفر از اون 5 نفر به همین روال، 4 نفر از اون 6 نفر به همین روال باید فعال باشن که در پایان اون 3 هفته باید به صورت مفید فعال باشن که بتونن حالا اون NFT که میدن و شامل اون NFT بشن، که به این میگن ترشولد. یعنی از اون تعداد یه تعدادی حتما باید تو شبکه فعال باشن که ولیدیتور از کار نیفته. سروری که نیاز دارید یه سرور 4 هسته به بالاست، واقعی باید باشه، نه اینکه فقط اسمی 4 هسته باشه. 16 گرم میخواین، ترجیحاً SSD 1 ترا میخواین و این پهنای باند خیلی مهمه، 25 مگابیت. من حس میکنم کنتابو یه خورده جالب به نظر نمیاد، ولی خب شما میتونید از هرتنر یا هر جایی که فکر میکنید حتما تیکت بزنید که بگین آقا واقعی باشه همچین چیزی میخواین. ما پارسال با 800 گیگ هم ران کردیم، اوکی بود، زیاد به مشکل نخوردیم، ولی حتما 1 ترا تهیه کنید که در نهایت به مشکل نخورید. بعد که حالا برای خودتون تعیین تکلیف کردید که انفرادی یا میخواید تیم تشکیل بدید، میایم تو مرحله بعدی. میرید تو این لینک، ما باید تو لانچ پدش تیممون رو تشکیل بدیم. من آدرس ولت تیمم هم گرفتم، من قراره 7 نفره اینجا، من آدرس ولت تیمم هم گرفتم، قراره 7 نفره تشکیل بدیم. خب با اینجا کانک ولت رو انجام میدیم. خب ببینید اینجا اگر شما قراره تیم تشکیل بدید رو این گزینه میزنید، اما اگر قراره تکی ران کنید رو این گزینه میزنید. خب من قراره، ولی خب بعد گزینه‌های بعدی مشخصه دیگه، شما ویدیو رو نگاه کنید متوجه میشین که باید برای تکی هم چیکار کنید. ما اینجا کریت رو میزنیم و اینجا گت رو میزنیم، چه سری تاییدی ها هست که تایید میکنیم. بعد شما نیاز به 32 اتریوم تستی هم دارین رو شبکه گورلی، اگر اسمشو درست تلفظ کرده باشم. خب ببینید اینجا که میاد یک حالا اسمی برای اون ولیدیتورتون انتخاب میکنید، کلاسور نیم. ما قراره حالا به قول اونا قراره یک کلاسور ران کنیم، یک ولیدیتور، یک DVT 5 6. ما 7 نفره هستیم. خب اولیش که خودمم، دومین نفر از اعضای تیمم هستم. من آدرساشون اینجا کپی کردم که بزنم، شما حتما آدرس اعضای تیم خودتون رو میزنید. و بگم بچه هر سوالی دارید تو دیسکورد
اوبل تو قسمت فارسی بپرسید، من اونجا هستم و کامل جوابتون رو میدم. این مرحله فعلا کار با سرور نیست، قراره یک داشبورد و تو مراحل بعدی بهتون میگم ما چیکار کنیم. خب اینجا میگه CO2 اتریوم قراره کلا یک ولیدیتور ران کنیم، چون هر ولیدیتور CO2 اتریومه دیگه، ما یکی هستیم. خب بچه ها واسه قسمت ENR شما من اینجا کداشو گذاشتم، همه اعضا باید اینو بزنن، ENR شون رو یه جا کپی کنن. بعد که لیدر این مراحل رو انجام داد لینک رو میده به اعضا باید بیان ENR شون رو وارد کنن و ولتشون رو ساین کنن. بعدش هم که مراحل دیجی کی هست، همون که همه آنلاین باید بشن تا ولیدیتور سینک بشه و تمام. من اینا رو همه رو به صورت ویدیو کامل توضیح میدم. خب ما حالا بخوایم ENR مون رو به دست بیاریم، باید خب سرورمو بالا بیارم. و اینم بگم ما از وب پویان خریدیم سرور رو. ببینیم پیش نیازها رو دونه به دونه من بگم قبلا من نصب کردم، ولی خب شما هم به همین منوال پیش میریم. و باز هم بهتون بگم حتما هاردتون رو سعی کنین بالای 800 گیگ بگیرین، یعنی همون 1 ترا رو بگیرین که به مشکل نخورین. بعضی از مراحل طول میکشه، اما خب خود نود طول نمیکشه، خود نود سریع کلا سینک میشه و میاد بالا. نه پیش نیازهاشه که داریم نصب میکنیم، حتما هم نصب کنین چون به مشکل میخورید حین اجرای نود. و چون من تو مک هستم از ترمینال حالا نرم افزاری استفاده میکنم، شما از پوتی باید استفاده کنید. البته این فکر کنم واسه ترمیوس، این فکر کنم واسه ویندوز هم هست، میتونید حالا کسایی که ویندوز هست. کل این مراحل رو با گوشی هم میشه کلا. اینجا وای رو میزنیم، گوشی هم SSH دارن تو اپل استور اگه سرچ کنید. وای رو میزنیم، و اینم پایان. خب هلو ورلد رو اجرا کردیم، بریم برای سورس پروژه. اینو من قبلا نصب کردم، واسه اون نمیشه، میگه قبلا داری ولی واسه شما چیزی پر میشه. بعد میریم داخل این پوشه،
یک پوشه میسازیم ما چایرون. پوشه رو سینک میکنیم و کد آخر که به ما ENR میده و حتما ذخیرش کنید. کلا این پروسه رو ذخیرش کنید و باید ببریم تو اونجا کپیش کنیم. من اینو ذخیره میکنم و میبریم که اونجا کپیش کنیم. خب بچه ها ببینیم من ENR رو اینجا کپی کردم. فقط یه نکته که هست چون حالا نمیخوام دیده شه. وقتی به شما ENR رو داد خب اولش همچین کلمه بود، حتما با این کلمه کلن با این کلمه ENR به بعد کپی کنید و اینجا پیست کنید. اینجا هم خب آدرس والت لیدر رو میزنیم. میگه در پایان به کدوم ولت قرار اون، حالا 32 اتریوم تستی یا حالا اگه مینت بود مینت به، و اینجا کریت رو میزنیم. خب اینجا آدرس ها مشخصه، همه چی مشخصه. به ما میگه تایید میکنین، میگیم آره تایید میکنیم. اینجا ساین رو به ولتمون میدیم. خب چند تا ساین اینجا از ما گرفت. خب ما میایم به ما یک لینکی میده، اینه. ما این لینک رو به همه اعضای تیممون میدیم. یعنی تیممون باید اول تو سروراشون این کدا رو وارد کنن، ENR شون رو به دست بیارن و بعد برن تو این لینک ENR شون اونجا مثل من که همین چیزی که من پیست کردم پیست کنن و بعد ولت وصل کنن و ساین کنن. همین. وقتی همه این کارو کنن، همه وقتی این کارو کردن، اینجا به ما یه تیک میزنه، تیک اکسپت، و همه چی اوکی میشه و ما میریم برای ادامه مراحل. خب بچه حالا مرحله DKG میخوایم انجام بدیم. خب من اون لینکی که داشبورد رو ساختم و این کد ها رو دادم به تیمم ENR هاشون رو به دست آوردن و رفتن تو اون لینک وارد کردن و ولتشون رو ساین کردن، همون که میبینید اکسپت شده، یعنی تایید شده. و حالا میریم مرحله بعدی. مرحله بعدی خب قرار همه آنلاین باشن. مرحله بعدی قرار همه آنلاین باشن. واسه این که حالا هماهنگی یا پیش نمیاد، یکی نیست یکی هست، من اومدم چیکار کردم؟ من اومدم سرور همه اعضامو گرفتم. سرور همه اعضا رو گرفتم و قرار خودم این کارو کنم. همه سرورها رو من بالا میارم. بله. خب ما باید بریم تو این پوشه. همه رو من تو همه سرور رو وارد اون پوشه میشم. بله. خب و اینکه حتما این کدم میزنم که مطمئن بشم که این پوشه چایرون سینگه. خب در نهایت من باید این کدی که اینجا داریم رو وارد کنم تو همه سرورها. سرور لیدر، سرور دیگمون، قراره که سینک شیم هر 6 نفرم. بله همونجور که میبینید ما کلاسمون کریت شد و همه انجام شد تا اینجا. اوکی.
خب ما دیگه فعلا کاری نداریم. باید حالا تو همه لیدر، اگر این مرحله رو لیدر انجام بده به همین شکل سریع انجام میشه. حالا ما میایم نود رو تو همشون اجرا میکنیم و مرحله آخر هم که باید ما فایل رو آپلود کنیم و نودمون به پایان برسه. حالا با هم پیش میریم. ما الان باید نودمون رو اجرا کنیم. با این دستور نود رو اجرا میکنیم تو همه سرورها. یه خورده ممکنه این مرحله طول بکشه. اینجا کانتینیون رو میزنید و بهتون گفته که اینا حتما بکاپ بگیرین. حالا من بهتون میگم چطور. بذارید نودامون کامل اجرا شه، من اونا رو بهتون میگم چیکار کنیم. واسه بکاپ گرفتن این برنامه رو باید دانلود کنید. اسمش فایل زیلاس. همینطور که میبینید اینجا تو این قسمت میاین آی پی تون رو اینجا، یوزرتون همون روته اینجا پسورد رو میزنید. این هم حتما رو این گزینه باشه. اوکی. و چید ببینید همونجور که میبینید نود من کامل الان اجرا شد همشون و هیچ کاری دیگه با سرور ما نداریم. اینجا بعد کار با این نرم افزار رو داریم. خب من وصل میشم به سرورم که اون فایل بکاپ و همه اعضا اینو انجام بدن، یعنی از کل این پوش بکاپ تهیه کنن، اما لیدر قرار مرحله نهایی انجام بده. یعنی چیکار کنیم؟ میایم تو این پوشه، این پوش ما بکاپ میگیریم. ما میایم اینجا. خب این تیکمون فعال میشه، ما دیکیجی رو انجام دادیم و اینجا بهمون میگه حتما این فایل ها رو بکاپ بگیرین و اینجا کانتینیون رو میزنیم. اینجا هم همینطور. اینجا اون فایل ها از ما میخواد. اسم فایل هم اینجا نوشته دیپوزیته، یعنی این. من اینو میکشم اینجا، فعال میشه برام و همینجور باید الان ما 32 اتریوم رو پرداخت کنیم. تیکا رو میزنیم. و اینجا دیپوزیتش میکنیم. تراکنشمون باید تایید شه. لیدر همه این کارا رو انجام میده و همینطور تمام. الان کاملا با موفقیت انجام شد و 5 روز طول میکشه تا ولیدیتور ما فعال بشه. خب بچه کار ما دیگه به پایان رسید. میمونه اینکه چطور چک کنید نودتون رو. من اینجا یه لینکی گذاشتم. این آی پی یور آی پی رو با آی پی خودتون جایگزین میکنید و تو مرورگرتون پیستش میکنید تا گرافونتون رو ببینید. اینجا تعداد اعضا رو نشون میده. این اتست همون گواهیه که اینو زمانی به شما فعال میشه که ولیدیتورتون فعال بشه. الان ولیدیتور من اینجا نوشته که حدودا 1 ساعت پیش اوکیش کردم کانترکتشو.
همونجا که دیپوزیت کردید کانترکتش اوکی شد. اینجا هم میگه که 16 الی 24 ساعت دیگه فعال میشه. بعضی وقتا طول میکشه، حتی ممکنه 2-3 روز طول بکشه. خب در نتیجه من اینجا یک لینک دیسکوردم براتون گذاشتم که میتونید تو دیسکورد جوین شید، سوالی مشکلی چیزی بود بپرسید و پر کردن فرم نهایی. این فرم رو باید پر کنید. اینجا خب آدرس دیسکوردتون رو میزنی، اینجا اسم تیمتون که تیم من فیزیک امسی بود، اینجا اگر لیدرید اگر اپراتورید اینو همه تیم باید پر کنه. اینجا باید اون تو اون پوشایی که بکاپ گرفتین فایل کلاسور لوکس جیسون رو بهش آپلود کنید. اینجا همون بزنید آپلودش میتونید کنید دیگه. اینجا پابلیک کی ولیدیتورتون، حالا اینو باید لیدر به کل اعضا بده. حالا لیدر چطوری به دست بیاره آدرس ولتش رو اگر اینجا سرچ کنه، برای مثال تراکنش که آخرین بار انجام داده میره تو هشش و اینجا ولیدیتورشونه، این میشه پابلیک شما. اینو باید تو فرم بزنید. بعد اینکه اینجا هم میزنید تست نت بودید یا مین نت. اینجا هم آدرس ولت اتریومتون که همین که نودو اوکی کردید باشو میزنید. تا همینجا چیزی که میدونستم و گفتم و دیدید که ران کردیم. درسته یه خورده طول کشید و یه خورده فیلم تیکه تیکه شد، ولی خب چند بار ببینید متوجه میشید. سوالی هم بود، هر مشکلی داشتید میتونید بپرسید، ما جواب میدیم. مخلصم، سلامت باشید.